سلام دوستان، خوش اومدید به کانال من. الهه هستم و امروز قراره در مورد فیلم کانجورینگ 2 یا احضار 2 با هم دیگه صحبت بکنیم. بخشای اولیه این فیلم میبینیم که یه سری آدم دور یه میزی جمع شدن و اون خانومی که کارشناس امور ماوراءالطبیعه هست ازشون میخواد که دستای همدیگر رو بگیرن و خودشون رو در یک حاله از نور تصور کنن و بهشون میگه که این حاله از نور در اصل محافظ شماست و شروع میکنن به تمرکز کردن و ارتباط برقرار کردن با روحی که قبلا توی این خونه زندگی کرده و میخوان بدونن که چه اتفاقات تاریک و وحشتناکی توی این خونه اتفاق افتاده. من میخوام در مورد همین بخش صحبت کنم، در مورد احضار روح یا ارتباط برقرار کردن با ارواح. آیا به نظر شما میشه با ارواح ارتباط برقرار کرد؟ میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. در زمان گذشته یه جورایی ارتباط برقرار کردن با ارواح با بشر آمیخته شده بوده و در زمان خیلی خیلی قدیم، اون زمانی که قبیله ها زندگی می کردن، توی قبایل اینطوری بوده که می اومدن با رئیس قبیله‌ای که فوت کرده ارتباط برقرار می کردن و مشکلاتشون رو با رئیس قبیله مطرح می کردن و از اون نظر می خواستن تا کمکشون بکنه. و در گذشته یه جورایی پا رو فراتر از این گذاشته بودن و می اومدن با طبیعت ارتباط برقرار می کردن، مثل روح بارون، روح درختا، روح باد و هر وقت که نیاز به هر کدوم از اینا داشتن می اومدن باهاش ارتباط برقرار می کردن و سعی می کردن اینجوری نیازهای خودشون رو برطرف بکنن. در زمان ویکتوریا این داستان خیلی باب شده بود و یه سری مجالسی رو برگزار می‌کردن برای ارتباط برقرار کردن با ارواح و یه جورایی براشون سرگرمی شده بود و این داستان ادامه پیدا کرد تا جایی که یه سری کلاهبرداری‌ها و دسیسه‌ها توی این مهمونی‌ها اتفاق افتاد و همه متوجه شدن که همش یه دروغه و یه جورایی کمرنگ و کمرنگ‌تر شد تا به مرور از بین رفت. حالا توی این دور زمانه، توی دوران دانشجوییمون، توی دوران مدرسه‌مون، ما برای سرگرمی دور همدیگه میشینیم و یه نعلبکی یا یه استکان رو میذاریم و یه سری حروف الفبا میشینیم و شروع میکنیم به ارتباط برقرار کردن با ارواح. اولین جمله‌ش هم اینطوریه: آیا روحی در این مکان وجود دارد؟ آیا روحی میخواهد با ما ارتباط برقرار کند؟ آیا واقعا ارتباط برقرار کردن با ارواح به همین سادگیه؟ آیا واقعا اونا ارواحن که این نعلبکی یا استکان رو تکون میدن؟ آیا چیزایی که به ما میگن واقعا درسته؟ حتی شنیدیم که میگن بعضی از چیزایی که گفته میشه واقعا درسته یا شاید هم خیلی عجیب و ترسناک باشه. حالا یه مقدار موضوع رو برمیگردیم به عقب‌تر. اگر یه نفری فوت کرده باشه حتما دیدیم یا شنیدیم که نزدیکانش میگن ما اونو تو خواب دیدیم یا حتی نمیدونم یه جایی وایساده بود و به من این چیزو گفت و روح انگار با اونا ارتباط برقرار کرده. روح وقتی که از بدن جدا میشه به مرور زمان از این دنیا فاصله میگیره. یه جورایی مرگ هم برای روح به صورت تدریجی اتفاق میفته. یعنی اینطوری نیستش که وقتی که روح از بدنمون جدا میشه به سرعت از این دنیا دور بشه و به وارد دنیای دیگه‌ای بشه. به خاطر همین ارتباط برقرار کردن با روح کسی که تازه فوت کرده خیلی راحت تر و آسون تره. بیشتر به خوابمون میاد، ما اون رو میبینیم یا نشونه هایی ازش رو میبینیم. ولی وقتی که بازه زمانی طولانی تری میگذره یه جورایی ارتباط برقرار کردن باهاش سخت تره. دین اسلام در مورد این موضوع چی میگه؟ میگه آیا
به نظرتون آیا ارتباط برقرار کردن با روح توی دین اسلام هم وجود داره؟ بله وجود داره. اعتقاد اسلام بر اینه که کسی که میخواد احضار روح بکنه باید دارای یک شرایطی باشه، مثلا پاک باشه، از این دنیای مادی کنده شده باشه و وابستگی به دنیای مادی نداشته باشه تا بتونه با روح ارتباط برقرار بکنه. چرا؟ چون وقتی که روح از بدن ما جدا میشه وارد یک دنیای دیگه ای میشه به نام دنیای برزخ و هر روحی که وارد دنیای برزخ میشه امکان این وجود نداره که از اون دنیا خارج بشه و بتونه به دنیای مادی برگرده. بنابراین کسی که میخواد احضار روح بکنه باید وارد دنیای برزخ بشه. دین اسلام میگه احضار روح درست نیست. شما باید بگید با روح ارتباط برقرار میکنید، چون روح توی این دنیای مادی حاضر نمیشه و این شمایید که باید وارد اون دنیا بشید. پس وقتی که شما یک روحی رو میخواید احضار بکنید، علاوه بر اینکه شرایطش رو باید داشته باشید، باید بتونید وارد دنیای برزخ بشید و با اون روح ارتباط برقرار بکنید. البته من خودم اعتقادی به این داستان ندارم و فکر میکنم که تمام ارواح توی همین دنیا فقط در بعد دیگه از این دنیا زندگی میکنن. پس وقتی که ما میشینیم و با دوستامون احضار روح میکنیم و واقعا مطمئنیم که اون نلبکی یا اون استکان رو خودمون یا دوستامون تکون ندادن، چه اتفاقی اونجا میفته؟ درسته، جنها هم با ما توی این دنیا زندگی میکنن. اونها ما رو میبینن، ما اونها رو نمیبینیم، ولی زندگی ما برای اونها هیچ جذابیتی نداره و به ما کاری ندارن و زندگی خودشون رو میکنن. ولی وقتی که ما میشینیم و تمرکز میکنیم و یک انرژی رو از خودمون ساطع میکنیم، اونها میتونن وارد دنیای ما بشن و با ما ارتباط برقرار کنن و یا احتمالاً با ما شوخی میکنن یا اینکه در مورد موضوعایی صحبت میکنن که برای ما جذابن، چون اونا میتونن ذهن ما رو بخونن و این موضوع برای ما خیلی جذاب میشه، چون در مورد موضوعات صحبت میکنن که احساس میکنیم فقط ما میدونیم، ولی در اصل دارن ذهن ما رو میخونن و با خوندن ذهن ما دارن یه جورایی با ما بازی میکنن. و وقتی که ما احضار روح رو انجام میدیم، در اصل این جنها هستن که میان با ما ارتباط برقرار میکنن. چرا؟ چون توی این دنیا دارن با ما زندگی میکنن و ارتباط برقرار کردنشون با ما خیلی راحت تر از ارتباط برقرار کردن با یک روح هستش و اونها میتونن ظاهر خودشون رو تغییر بدن و حتی اگه شما اونها رو ببینید میتونن با ظاهر کسی که شما مد نظرتون هست ظاهر بشن و یه جورایی شما رو گول بزنن. پس بهترین کار اینه که وقتی که میخواین احضار روح انجام بدید یا واقعا نیاز به این دارید که با یک روحی ارتباط برقرار کنید، با کسی این کار رو انجام بدید که یک سری مراقبه هایی رو انجام داده و این دریچه رو توی ذهن خودش باز کرده که بتونه با ارواح ارتباط برقرار بکنه. در غیر این صورت شما فقط با اجنه ارتباط برقرار کردید و وقتی که شما آرامش اونها رو به هم میزنید ممکنه اونها هم برای شما خللی ایجاد بکنن یا آرامش زندگی شما رو به هم بزنن. ترجیحاً اینه که شما خودتون حتی برای تفریح هم این کار رو انجام ندید، چون ممکنه دچار یه سری عواقبی بشید. تا اینجای داستان در مورد احضار روح صحبت کردیم، ولی این رو بدونید که فارغ از هر دینی هیچ کس در مورد این جور چیزها مثل روح، جن، هر چیز دیگه‌ای که توی این مایه ها باشه نمیتونه واقعیت رو بیان بکنه. ما تنها در صورتی که مرگ برامون اتفاق بیفته و روح از بدنمون جدا شه و وارد یک دنیای دیگه بشه که نمیدونیم این دنیاست، عالم برزخه یا هر چیز دیگه‌ای، چون در موردش تجربه‌ای نداشتیم هیچ چیزی رو نمیتونیم با قطعیت بگیم و همین موضوع هستش که داستان رو برای ما جالب تر میکنه. توی قسمت بعدی میخوام در مورد بخش دیگه ای از فیلم کانجورینگ 2 صحبت بکنم. اگر این فیلم رو ندیدید برید ببینید و
ببینید که داستان چه اتفاقی میفته، چه داستانهایی و چه اتفاقهای ترسناکی توی این خونه اتفاق افتاده. داستان این فیلم بر اساس واقعیت هستش. برید فیلم رو ببینید و در ویدیو بعدی میخوام در مورد شیطانی که اون آدم رو تسخیرش کرده و مجبورش کرده که کارهای وحشتناکی رو انجام بده صحبت بکنیم. شاید در مورد انواع شیطانها صحبت بکنیم و ببینیم که چه مدل شیطانهایی وجود دارن و چه کارهایی انجام میدن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. You're going to die.